خداوندم عیسی، میخوام تو امروز رو هدایت کنی. این روز رو میخوام تسلیم تو کنم، تو کنترلش رو به دست بگیری، که بدون اجازه تو دشمن من شیطان حتی نتونه منو لمس کنه، که زندگیم و جونم در حفاظت تو باشه، که بتونم ببخشم، که امروز قلبمو به جای پر کردن از دردها و کینه ها از تو پر کنم، که بتونم عاشق خانواده‌ام باشم. چطور کنترل زندگیمون رو به مسیح بدیم؟ چی کار بکنیم که با شونه های بالا گرفته شده کنترل از دست خدا نگیریم؟ امروز فروتن بشیم و بگیم خداوند من خیلی کوچیکم در برابر تو. خداوندم عیسی، من یک گناهکارم. خطاهام منو گرفتار مصیبت ها کردن و دارم از پا در میام. کنترل زندگیم هنوز دست خودمه. اعتراف میکنم هنوز خودم فرمانده و هدایت کننده زندگیم هستم. میخوام فروتن بشم و کلام تو به زندگی من سلطنت بکنه. قوانین تو در کلامت امروز منو کنترل بکنه. خدایا غرور ازم بگیر تا بذارم تو پادشاه زندگی و افکارم باشی امروز.